خونه‌ای رو صخره. متی 7:24 تا 27. عزیزان، این داستان 2 دوست هست که خیلی سالها پیش زندگی می‌کردن. این 2 دوست با هم خیلی کارها می‌کردن، اما یکیشون خیلی مرد باهوشی بود و یکیشون تنبل و نادان بود. یک روزی این 2 دوست تصمیم گرفتن که نفر یک خونه بسازن. با هم رفتن و میخ و چوب و طناب گرفتن و بعد از هم خداحافظی کردن که برن دنبال جایی بگردن که بتونن خونه‌شون رو بسازن. مردی که تنبل و نادان بود یک ساحل بسیار قشنگی پیدا کرد و واسه خودش فکر کرد اینجا هم قشنگه، هم راحت میتونم خونم رو بسازم، چون زیرش فقط شن و ماسه است. وقتی دوست باهوشش دید که این مرد داره خونش رو روی شن و ماسه میسازه، اومد و سعی کرد نصیحتش کنه و گفت اینجا جای خوبی نیست واسه خونه ساختن. اگر طوفان بیاد خونت خراب میشه. اما دوستش جواب داد کدوم طوفان؟ هوا آفتابیه و من اینجا رو خیلی دوست دارم. نگاه کن چقدر قشنگه. دوست باهوشش رفت که دنبال یک جایی بگرده واسه خونه خودش و دور از ساحل بالای یک صخره بزرگ شروع کرد خونه‌شو ساختن، چون میدونست که اونجا جای خوبی بود واسه یک خونه. یک شب طوفان بزرگ اومد و دوستی که خونش روی ساحل بود دید که خونش داره میلرزه و تا مرد نادان از خونش اومد بیرون، رعد و برق و طوفان و باد چند لحظه بعد خونش رو خراب کرد. اما دور از اونجا مرد باهوش تو خونش نشسته بود. رعد و برق اومد و باد اومد و طوفان اومد، اما خونه این مرد سفت وایساده بود، چون روی صخره ساخته شده بود.